شروعی جذاب. بلوچستان سرزمینی است که همیشه قهرمانانی شجاع در دفاع از حقوق مردمش داشته است. امروز داستان زندگی نواب اکبربگتی، رهبر مبارز بلوچستان را بررسی می‌کنیم. 2. بیوگرافی نواب اکبربگتی. تولد 12 ژوئیه 1927 در دیره بگتی، بلوچستان. خانواده متعلق به یک خانواده برجسته قبیله‌ای. 3. فعالیت‌های سیاسی، ورود به سیاست و نقش او در دفاع از حقوق مردم بلوچ. نخست‌وزیری بلوچستان در دهه 1970. اختلافات با دولت مرکزی پاکستان و مبارزه برای خودمختاری بلوچستان. 4. چالش‌ها و مبارزات، موضع‌گیری‌های او در برابر تبعیض و سیاست‌های استثماری، نقش او در قیام‌های سیاسی و نظامی بلوچستان. 5. ترور و شهادت، جزئیات مرگ او در سال 2006 در عملیات نظامی، تأثیر شهادت او بر مردم بلوچستان و ادامه مبارزات. 6. میراث نواب اکبربگتی، نقش او به عنوان نماد مقاومت و حقوق بشر در بلوچستان، تأثیر او بر نسل‌های آینده. 7. نتیجه‌گیری، پایان‌بندی انگیزشی. اکبربگتی نامی است که همیشه در قلب مردم بلوچستان خواهد ماند، یک رهبر شجاع که تا آخرین نفس برای عدالت جنگ